ما رسم داریم که ولیمه بدیم. هر موقع یه بچه به دنیا میاد پدر و مادرش یه غذایی میپزن و بین فامیل پخش میکنن. وقتی پسرم به دنیا اومد ما یه دیگ آبگوشت پختیم و بین همه فامیل پخشش کردیم. هر موقع آبگوشت میپزم یاد اون آبگوشت خوشمزه میافتم که اون موقع خوردم. آبگوشت خوشمزه به قلم گوسفندی و به دنبه زیادش خوشمزه میشه و اینکه توی قابلمه آروم آروم بپزه. مخصوصا اینکه دمبه‌شو جدا کنی و با رب سرخش کنی و مجدد بهش اضافه بکنی و اینکه تو قابلمه با حرارت ملایم با مدت زمان زیاد بپزیش. حالا تو بگو دوست من، شما هم رسم ولیمه رو دارین یا نه؟ اگه رسم خوبیه لطفا یه لایک اینجا برای من بذار. ممنون.